سلام، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، چنل 1 به 2. یه قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. در کنار برار مشهدی، آقا اشکان گل بگردم و آقا خشایار گل. آقا بگردم. دم شما گرم اومدی. خیلی خوشحالم. قربان شما، خیلی بشم. آقا اشکان مرسی اومدی. چه خبر؟ شکر خدا الحمدلله. چی بدبختی زندگی. نه بابا چرا بدبختی. آقا خوش اومدید به چنل خودتون. گفتم دعوتتون کنم دوتایی کنار هم. بفرمایید. این اولین باریه که من و تو ویدیو من تو اکت نیستم. آره واقعا. چون مردم فکر میکنن من طبیعی همونه. آره فکر میکنن همش اشکان پر انرژی و شوخ و فلان و اینا. و با خشایارم که من تا حالا هیچ ویدیویی چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب نداشتم. افتخار کنار شما دیده شدن واقعا عادت بشم. من یه معرفی بکنم خشایار رو. من و شما رو که بچه‌ها زیاد دیدن. آقا خشایار یکی از واینر بگم، یکی از واینرهای خیلی خوب اینستاگرام چشامی و رفیق صمیمی آقا اشکان و دوستای خوب بنده. عزیز دلی قربونت بشم. من یه چیزی بگم مثلا چرا این ترکیب آوردم. بفهمه موضوع این قسمت دوستش میخوره در مورد رفاقت و رفیق خوب و اینجور چیزا صحبت بکنیم. اشکانو میخواستم بیارم چون واقعا توی 1 سال و نیم 2 سال گذشته که رفاقتمون شکل گرفته و خیلی صمیمیت‌تر شدیم، واقعا میتونم بگم بهترین رفیق من بوده. خیلی کمک کرده بهم توی خیلی جاها، نه فقط فضای یوتیوب. میتونم بگم اگر توی یوتیوب 20% کمک کرده به من، 80% روی شخصیت و روی رفتار و اینا به من کمک کرده. خشایارم باز یکی از رفیقای خیلی خوب اشکانه. باز گفتم بیاد دیگه اشکانو بندازیم این وسط در مورد رفاقت صحبت کنیم. ببین رفاقت یکی از چیزایی که من خودم مثلا توی حتی چنل تلگرام هم جاهای مختلف خیلی در موردش حرف زدم، چون تو زندگی من حقیقتا رفیقام خیلی تاثیرگذاره. یکی از بزرگترین اشتباهایی که تو بچگی می‌کردم، مثلا رفیقام علی یه چیزی بودن و من فکر می‌کردم حالا با اینا راه برم رو من تاثیر نمیذاره. دقیقاً. ولی بعد این مدتی متوجه شدم که نه تنها روم تاثیر گذاشته، زندگیمو داره تغییر می‌کنه. حالا من سمت خیلی چیزا نرفتم ولی اخلاقی و رفتاری روم تاثیر گذاشت. آره. و بعد گذشت بعد احساس می‌کنم از یه سنی به بعد بیشتر آدم با کسایی مثلا دیگه رفاقت میکنه که توی چیزای مسائل جدیش بیشتر تاثیرگذارن که توی فانش. از لحاظ شخصی من خب مثلا من خودم الان بیشتر رفیقام کارم با هموناه، عشق و حالم با هموناه. یعنی همیشه الان اکثرا با کسایی دارم در ارتباطم که شغلی و مسیری هم یا حداقل هم فکریم. دقیقاً. میفهمی چی میگم؟ همش میبینی خسته نمیشی؟ نه. آخه من ببین تو خسته میشی زیاد اشکانو میبینی. واقعا اصلا میشه اشکان اکثر تایما میرم خونش. اشکان یا تو میری پیش اشکان یا اشکان میاد پیش من. آره برعکسه. با اینکه من ازش بزرگترم من بیشتر آره. نه میگم بیا بشینیم تو تراسش کنیم. تراسش خوشگله. خود من تراس خیلی دوست دارم. نه من تراس خیلی دوست دارم و بیرون دیگه آجی نمیدونم چرا از یه سنی به بعد بیرون اصلا دیگه جذابیت خاصی برای آدم نداره. آره. میخواستم بپرسم که من اول شما دوتا رو بپرسم مهمون برنامه هستید، بعد خودم و اشکان میگم شما دوتا چی شد با هم رفیق شدید؟ خب یه چیز اینسایت قرار بشنویم. آقا یه واسطه بوده. نه یه رفیق واسط داشتیم. من خشایار رو از دور میدیدم، خیلی کاراشو دوست داشتم. خشایار هم منو لایک میکرد، کامنت میکرد. بعد من گفتم از این پسر خوشم میاد، با نمک خوش سیسه. من کلا رفیقام حالا اتفاقی نیست اونقدر، جذابیت بصری دارن. خب یعنی چی؟ منظور چیه؟ من خوشم میاد رفیقام خوشتیپ باشن، به خودشون برسن، حال میکنم. مثلا مشخص الان قاب این چیزی نیست که من مثلا بگم. اکثرا رفیقام خوشتیپن، خوشویسن، به خودشون میرسن. من با اینکه یه پسر به خودش برسه خیلی حال میکنم. یعنی اینو تو آقایون خیلی دوست دارم که همون جور که خانوما به خودشون میرسن رفیقای پسرم هم به خودشون برسن. مثلا یه چیز مثلا در مورد خشایار میشه میگم، مثلا دمش تعریف میکنم، میگم ببین درآمدش 1 تومن باشه 20 میلیون باشه، اونقدر توی لذت بردن خشایار از زندگی فرق نمیکنه. همیشه به خودش میرسه. ببین یکی از پوینت‌های مثبتش که من به رفیقای دیگم، من رفیق دارم ما 1 تومن در میاره تو فیلد اصلا چیز دیگه 1 میلیارد تومن. آره 1 تومن در میاره ولی هر شب افسرده میخوابه، حالش بده. خشایار خیلی خرج لباس و من دوست دارم. ببین من تو لحظه زندگی میکنم. خیلی تو لحظه آخر. نه به من خیلی تو لحظه. خشایار اصلا یه دفعه توی ما قسطاشو قسمندی کرده. کم هم بیارم میگیرم از اینو. کم میگیری مثلا یه کفش جدید میگیری. آره.
منم نه اینجوری نیستم ولی میگیرم. بنیامین خیلی زود میگیره. درصد مثلا چیز خوشحالی مغزیشو بهت بگم که مثلا موتورش قرمزه رفته یه کیف خریده بند قرمز داره باش استوری بگیره. من 100 سال بگذرم این کارو نمیکنم. ببین چقدر حالش خوبه. آره میفهمی چی اصلا به جزئیات دقت میکنه. به نظر مثلا پوینت زندگی همینه که تو حالت خوب باشه. آره. جلوتر از ما وایساده دیگه، خوشحاله، میخنده. حالا خودش اینجا تعریفش نمید. من آدمایی رو دیدم فالوور میلیونی، درآمد 10 تای خشایار، ولی بلاگرم ها تو فیلد خودمون، نه یوتیوبرها، مثلا اومدن گفتن آره آجی ما زندگی خشایار خیلی دوست داریم اینجوری باشه، و بعد خود خشایار شاید فکر نکنه انقدر مسیرش بعضی اوقات درسته. خب و من بهش میگفتم بابا خیلی خوبه اینجوری میگم نه اشتباه نمیکنم. گفتم بابا خیلی اصلا دنبال همین. خشایار چی شد اینجوری شدی؟ ببین رد دادم یه جا دیگه. یعنی اولش مثلا میخوام بدونم اولش هرس می‌خوردی مهم بود واسه بعد یهو شل کردی، یا از اول اینجوری بود که بابا اصلا ارزش نداره؟ ببین هرسش هم بخوره اشغالش ادامه میده. آره ببین مثلا حتی بهت بگم مثلا 5 میلیونم تو کارتم باشه 4 خوردهشو میرم خوش میگذرونم. بعد 500 تا تک 500,000 تومان میمونه، با 500 هم خوش میگذرونم. چای میخوری، چای زنجبیل که گفتی. واقعا همینا. ولی من اصلا اینجوری نمیتونم باشم. من یکم سفت و سخت بزرگم کردن. من بابام بابام یه داداشش سرنگ تمام ارتشه، خودش تو جنگ ارتش بوده، جنگ با عراق. بعد 2 تا داداش دیگه‌ش هم جانباز، 3 تا 2 تا عموی جانباز دارم، بابام هم که جنگ بوده. خب و اینا منم همونجوری بزرگ کرده. یعنی بابای من اصلا میگفت مثلا معروف ارتش سرسخت رفتار میکنن و خیلی رو نظم و اینجور چیزا. ببین من یه روزم نشده کل دبستانم غیبت کنم تو 5 سال. 5 سال رفتم کلا یه روز غیبتش هم آنفولانزا داشتم. منی که 6 سال رفتم دبستان. چرا؟ من اولین دوره‌ای بودم که کلاس 6میا اومدن. منم 8 سال لیسانسم طول کشید. 4 سال داداش اصلا چجوری مشمول نشد؟ 8 سال که اخراج میکنن دیگه. خب آقا من معافم. 8 سال رفتم. آقا نگفتید چی شد رفیق شدید؟ حالا واسطه بود از کجا رفیق شدید با هم و تصمیم گرفتید؟ ما یه رفیق مشترک داشتیم. بعد من خشایار رو دیده بودم تو مجازی و گفتم خیلی باحال بانمه فلان، گفت بیا برو پیشش، اتفاقا اونم خیلی از تو خوشش میاد فلان اینا. من بهش پیام دادم، فالوش کردم، فالو بک داد، تا صبح چت کردی. آره بعد گفتم بیا حالا دیگه 2 تا پسر تا صبح. بعد اومدم حالا دیشب مثلا با خودش تا صبح چت کردیم. بعد آره با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم، خندیدیم. بعد گفت بیا پیشم، اومدیم پیشم، کلی بیزینس پلن ساختیم، نصفشو خشایار میستاد. بعد یه گروه قرار بود بسازیم، نشد. بعد با هم دیگه سولو کار کردیم، باز خشایار تو گروه بود، کار ندارم. بعد یه تایمی از هم جدا شدیم دیگه، دوباره برگشتیم یه تایم که منظورش مثلا 3 ماهه. 3 ماه آره. 3 ماه با هم کار نکردیم تو 4 سال. بعدش اومد دیگه تنبیهش کردم دیگه درست شد. تنبیه‌های اشکان جواب میده. ببین ولی قهر میکنه. آره حاجی ببین در مورد رفاقت قراره امروز صحبت کنیم. مثلا میگفتم سلام. ببین نامردی میرسیم به اونجاش. نامردی 2 تا آقا. یکی از اخلاقات میرسیم به اخلاقای رفیق و فلان اینا میگیم. ما برام اومدیم. بچه پشتنی یادتون باشه من در مورد این قسمت که قهر میکنه صحبت کنم که قهراش ولی به جای. آره واقعا به جای. اصول داره آقا. اصول داره. حالا صحبت میکنیم که اینطور. اشکان من و تو چی شد که رفیق شدیم؟ ما اول همو دیدیم با هم در ارتباط بودیم. سر سمشو سام من و اشکان همو دیدیم. من بک استیج بودم، با هم صحبت میکردیم و اینا. واقعا کاری ندارم ولی از همون روزی که من اشکان دیدم، من خودم اون موقع مثلا پیج اینستام شاید 20K بود، سابم مثلا 30-40K ساب یوتیوب داشتم. ولی از نشون دادی یوتیوب. آره ذوق داشتم. آقا اشکان مثلا اشکان اون موقع فکر کنم 2 میلیون رو داشت. آره 2.3 میلیون فالوور داشت. خودم اینجوری هم فالو اینا. واقعا میگم از همون روزی که دیدمش، حالا یه خاطره ریزم میگم همیشه. اولین جمله که اشکان به من گفتم داداش من دم درم کجایی؟ گفت یه سوناتا الف 100% مشکیم. آجی بیبی منو پیدا نمی‌کردن. بعد گفتم بابا یه 100% دودی اینو پیدا کن. ما تو استودیو بودیم تو ما رو پیدا نمی‌کردی. هم هست. حالا چرا 100% دودی؟ ها نگو ولش کن. آفتاب مشهد خیلی سوزانه، هنوزم دارمش. خب نه او رو مشهد داشتم باش اومدم تهران، هنوزم دارمش. بعد دیدی ولی بابام همچنان دودیاشو بر نداشت، راضی بود. پس دیدی که به خاطر آفتاب. آقا جمشید وقتی حاجی هم صلاح میدونه، ولی به قرآن مجید خیلی خوبه. آره
جنوب اجازه میدن تا درصد بالایی داشته بله، باشی، ولی بله. مثلا بچه جنوب میدونه، ولی اینجا نمیذارن. نه ای بابا خب سلامت بار باشی. اول اونجا همو دیدیم. آره. یه مجازی در ارتباط بودیم تا یه مدت ما رفاقت میکردیم، همو میدیدیم، میرفتیم خونه هم اینا، کار نمیکردیم. نه من ما راحت 6 7 ماه 8 ماه 9 ماه. آره. اولین باری که دیگه فیکس با هم تو قاب بودیم جوکر بود. جوکر بود. اولین بار جوکر ایمان ما اصلا داخل من یه قاب اولین بودیم. بار جوکر با کل ساید اونور یوتیوب آشنا شدم. آره. یوتیوب مثلا محتواش چند بخشه. آره. بخش اینور رو من تا حالا همکاری نکرده بودم. من یه اولین بار که بخش آمدم دیگه من اولین بار که آمدم مثلا باید رفتم بفهمم. دیت و اینا این دیت و اینا کلا شاید باور نشه، مخاطبینش هم با این ور فرق داره. آره. اصلا خیلی‌ها مثلا اونایی که الان ما رو نگاه میکنن شاید تو زمانی که حالا دیت آقا بودن- خشایر میای میبینی چجوری. آره ولی یوتیوبرام واقعا از دور خیلی از این استایا فکر میکنم مثلا یوتیوب که کاری نداره دیگه، میریم غذا میخوری فلان میکنی. ببین من شبی که ویدیو یوتیوب میگیرم حس میکنم 3 نفر کتکم زدن، اصلا پاهامو احساس نمیکنم. حالا من که روزی 3 تا هم میگیرم راحت. راحت که حالا راحت که نه نگه راحت میگیرم. 3 عدد 3 منظورم 3 راحت میاد، مثلا روزی 3 تا که میاد. خیلی سخته ولی ببین واقعا کارا همه الان سخت شده. واقعا همه کارا سخت. همه کارا واقعا سخت. خوابیدن هم سخته آقا. اصلا خوابیدن که خیلی سخت شده. آقا در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ چجوری خوابیدن سخته؟ آقا شما چجوری با ذهن مغشوش میگن؟ متشنج، با ذهن نه متشوش، پر افکار. فارسیش با ذهنی که درگیره. آره اصلا درگیر درست. با ذهنی که جدی درگیره خیلی خوابیدن سخته. من الان دوست دارم 12 بخوام. این آقا که اصلا دنبالشه 20 تا محتوا ساخته در مورد خواب. من خیلی هر روز خوب. 7 صبح میخوابم. منم هر روز 5 6 همینه. 3 4 به قرآن پریروز ویدیو مسیج گذاشت 6 و نیم داره نهار میخوره. بابا آخه پریروز، حالا بچه‌ها میدونن ما اینجا ضبط بودیم، رسیدیم خونه، من فایلا رو جابجا کردم، ویدیو مسیج گذاشتم تو چنل تلگرامم، گفتم بچه‌ها انقدر یوتیوب و فلان اینا، این شامه 6 و نیم صبح. بله دیگه همچین چیزایی هم هست. بعد دیگه ما جوکر با هم همکاری کردیم، دیگه گذشت دیگه آقا اشکان و من یه ترکیب دیگه ترکیب برنده میگن برنده. حالا شما زیاد در جریان نیستی. این ور ترکیب برنده، اون ور ترکیب اینستاگرام برنده، اشکان و خشایار برنده، ما خشیم. ولی خب تلاشمون رو میکنیم. خوشحالم، خدا رو شاکرم که رفیقام شبیه خودم پرتلاشن. آره این خیلی مهمه. تو خشایار تو بین ماها کم تلاشه، وگرنه داشت تو یه پسر پرتلاش توی کل جامعه حساب میشی. یعنی نه داداش دارم جدی میگم. داداش شما مثلا بخوای نگاه بکنی، کسی که هر روز برای کارش تلاش بکنه میشه آدم پرتلاش. دیگه حالا ما روز به خدا زیاده تو جهان سوم اینجوریه. آره بعد حالا ما مثلا چه میدونم، ما هر ساعت داریم تلاش میکنیم. ما بیماریم. صدای من واقعا، ببین من واقعا میگم توی 7 روز گذشته راحت مثبت 12 13 تا ویدیو رکورد کردم. جدی دارم میگم. این دیگه پرتلاش حساب نمیشه. این دیگه من رفته بودم پیش حسن امیری، میگفت چیکار میکنی؟ گفتم کارگری یوتیوب میکنم. داداش تولید محتوا روزی یه باره، مثلا کارگریه دیگه، روزی 3 تا. ما باز اینستا هم بیل میزنم. آخ این بچه ببین این تو همه کارهای انگشتی میزنه. یعنی من اصلا پرام چنل تلگرامش هم خیلی فعاله. ببین اصلا بخوام برم توش خیلی طولانیه. ببین ولی کاری نیست این اشکان انجام نده. ولی ببین من شاید باورت نشه بابام از این موضوع ناراضیه. بابای منم ناراضیه. بابا الان من دارم اینا رو حرف میزنم، الان گفتم 6 و نیم صبح نهار خوردم، میدونم مامان بابام دارن میبینن. مامانم میگه شام نمیخوره. قشنگ مامان همه تیپیکال مامانا. بابام برمیگره میگه پسرم حالا نیازی نیست قدم کار کنی. مگه چقدر در میاری؟ میگم اینقدر. حالا تا جوونی کار کنه. نه من بابام پولرم اوکی نیست. من دلیل داره که بابام اوکیه. میدونه. آره کاملشو. نه اون میگه نه کامل نه ولی حالا اینجوری میگه من یکی دلیل میارم. من یکی دلایلش اینه که من بابام خودش مثلا همسن من بوده، به همین مقدار کار میکرده. 3 تا یا 4 تا شغل داشته، مثلا دقیقاً همسن من بوده. بعد منم داشته. ببینم 20 آره من مثلا 2-3 ماه هم بوده. بابای من همسن من بوده. یعنی زود ازدواج کرده، زود بچه داشته. مسئولیت واقعا سخته. آره دیگه. واسه همینم میگه خودش، میگه ببین منم تا 35 سالگی 40 سالگی خوب کار کردم. از 40 به بعد دیگه
خوره شغل کردم از زندگی لذت من بردم. واقعا اونقدر تا 35 نگاه نمی‌کنم. منم تا 35 نگاه نمی‌کنم. منم تا 35 بهش نگاه نمی‌کنم. حالا ببین با فشاری که مثلا من و رفیقای من کار میکنیم، ببین از نظر اکثر مردم که خیلی شغل راحتیه. واقعا نیست. به قرآن خودم نیست. قبل اینکه بیام تو این کار فکر می‌کردم قراره یه گوشی بگیرم دستم همینجوری برم. اشکان نسبت بخوایم بگیریم، حالا از اشکان میپرسم چون تو یوتیوب کم کار کردی، نسبت سختی اینستاگرام و یوتیوب و چه تفاوت‌هایی نوع سختی‌هاشون داره رو بگو. حالا ببین این اینستاگرام اونقدر نیازمند ارتباطات و کانکشن گرفتن به اندازه یوتیوب نیست. آره. توی این اینستاگرام اگه مثلا اشکان شادکامی 3 تا از رفیقای دیگه من که مثبت 5 میلیون مثلا فالوور دارن یه ویدئوی معمولی بگیریم شاید 1 میلیون هم نخوره. خب ولی یوتیوب فارسی اینجوری نیست. من اگه 2 نفر که میدونم مثلا جزء خوبا یوتیوبم بیارم، میدونم که همواسیم دوربینم نگاه کنیم 200 کی میان نگاه میکنن، چون یک خانواده شخصی خودشونو دارن. دقیقاً یوتیوبرها خانواده درست میکنن. خانواده خودشونو همه دارن. ولی اینستاگرام اینجوری نیست. مثلا اینستاگرام میگن بچا بیاین تلگراممون، میبینی 2 کی اومدن. یه یوتیوبر میگه 10-15 کی میاد. مثلا من رفتم توی مسابقه، ارتباط بین یوتیوبر و مخاطب خیلی نزدیکتر از اینستاگرام. بعد آدینس هم چون یک خورده سنش پایین‌تره خیلی پیگیرتره، خیلی علاقش بیشتره، چون تفریحات دیگه خیلی کم شده. تفریحات مثلا دنیای واقعی تو مجازی خیلی بیشتر بهت وابستن. دقیقاً. و مثلا من نگاه میکنم ولی درآمد یوتیوبرها قبلا، الان که دیگه باز آر پی ام مشکل بوده نه، ولی قبلا مثلا پایین ترین یوتیوبر از بسترین واینرها بهتر شده بود. نه از بسترین نه دیگه. چرا؟ خیلی یه زمانی خیلی خراب. پایین ترین یوتیوبر خب داری کیو حساب میکنی دیگه؟ ببین مثلا الان مثلا معمولی بگو، تاپ 10 ها رو بگو، تاپ 20 مثلا. تاپ 10 که خیلی یوتیوب بیشتره. تاپ 10 یوتیوب از تاپ 10 نه داداش. مثلا من میشناسم اینستاگرامر خانم 30 ساله مثلا، بلاگرای روزمره رو نگفتم، گفتم واینر. آها واینر. واینر داداش روزمره. ببین من واینر برای کمدی منو دنبال میکنن. خب من تبلیغ بذارم میگن تبلیغشو گذاشته میزنه بخندونه، حمال بره ما داره پولم در میاد. بابا تو رو خدا رد نکن. ولی توی مثلا خانمایی که بلاگر روزمرن، مخاطبینشون فالوشون کردن که ببینن این داره چی تبلیغ میکنه، برن بگیرن. شنیدم بعضیاشون مثلا قیمت پستاشون و اینا اندازه کل درآمد ماهمونه واقعا. ببین اون زمانی بعضی که مثلا 4-5 ببین یه چیزی بهت بگم، الانو نگاه نکن، الان تازه خیلی خراب شده. خب بدتر، یعنی 2 برابر درآمد. نه الان خراب شده. آها. قدیم استوری من، مثال دارم میارم تو اسکیل پایین، مثلا استوری من 10,000 تومان بود، اون خانوم مثلا 500,000 تومان میگرفت استوری. آره به 6 ماه خونه میخریدم تو زعفرانیه. ببین من یه بار شمردم یه خانومی 34 تا استوری داشت، 24 تاش تبلیغ بود. هنوزم اینجوری میذارن. آره و استوری فکر کنم مثلا 12 میلیون استوری 12 الی 15 میلیون تومان ها. نه آره خوبه. خب یه خورده رفتیم جلوتر، میخوام دیگه در مورد اون چیزایی که گفتم حرف بزنیم. آقا به نظر شما اخلاق یه رفیق خوب چیه؟ شما بگو. ببین تو پیشرفت هولت بده به نظر من. اینکه 100% رفاقت کردن، اینکه مثلا دنبال اشغال باشه اینا، به نظر من دیگه تو این سن اشتباهه. یعنی فقط یه هدف. این سن منظورت بگو چه سنی؟ آقا سن ما 25 6 7 مثلا بین من واقعا فکر می‌کردم خشایار، حتی امروزم پرسیدم ازش، واقعا فکر می‌کردم تو مثلا تو رنج سنی منی، انقدر جوون. به جان مادرم دروغ میگی کجا؟ به خدا من فکر می‌کردم اشکان، به قرآن من فکر می‌کردم در کم بدترین حالت بخواد از من بزرگ باشه 70 چیه. این بدن فرشه، بالانس نیست به بالانس. فقط هولت بده توی کار و اینجور چیزا. ببین کار میشه اصلیه دیگه به نظر من دیگه، چون اشغال به نظر من خیلی مسخره شد. من بگم بعد تو بگی. من به نظرم رفیق خوب، حالا اینکه 100% هست نمیگم این نیست، ولی برای شخص من رفیق خوب رفیقیه که شرایط تو درک کنه. یعنی توی شرایط صحبت بکنی باش. مثلا میگم مثلا الان تو سر این که مثلا آقا سس ریخته رو لباسم، درک بکنه که تو چرا از این چیز ناراحتی، مشکل تو حل بکنه. حالا تو کار پوشت بکنه، هوا تو داشته باشه و اینا که قطعا هست. یعنی اصلا چیزایی که اصلا رفیق خوب و رفیق بد، اصلا تو دوستت هم باشه یه نفر باید این کارا رو بکنه. ولی من یه چیزی که مثلا به عنوان یه رفیق خوب واقعا دارم میگم اینجا، اشکان داره شرایط حال منو مثلا باش صحبت میکنم خیلی خوب درک میکنه. مثلا میگم اشکان از این چیز
این دغدغمه، از این ناراحتم، از این خوشحالم، یا هدفم اینه، کمکم میکنه، صحبت میکنم در موردش، مثل یه تراپیست مثلا صحبت میکنه که آقا اینو چیکار کنه. یا مثلا حتی برعکس، حالا اشکان چون هم سنش از من بیشتره هم تجربهش از من بیشتر میتونه من کمک کنه، ولی منم به اندازه خودم یه سری جاها اشکان بوده مثلا گفته آقا اینو چیکار کنیم، اون چیزی که بلد بودم سعی میکردم برم به قول روانشناسا میگن عینک اشکانو بزنم به چش خودم، دنیا رو از اون دید نگاه کنم، بعد بهش بگم آقا الان این درسته یا این کارو بکنیم یا اینجوری رفتار بکنیم. من خودم از نظرم رفیق خوب بیشتر باید شرایط تو، حال تو، جایگاهی که هستی رو درک کنه. تو چی اشکان؟ ببین من چون رفیقام تقریبا 80% زندگی من دقیقاً. خب من خب خانواده‌ام ازم دوره و تقریبا با رفیقام زندگی میکنم و خیلی برام توی زندگیم بولدن. من رفیق خوب برام رفیقیه که بدونم اولین چیز اون رفیق منه، اون مال منه. خب رفیقی که مال منه هر جا برم احساس تنهایی نمی‌کنم. خیلی قشنگ گفت. میدونم همیشه پشتمه، کسی که بتونم روش حساب کنم، کسی که بدونم ببین اگه دارم باش درد و دل میکنم دنبال نیست دستم خلاص شه. خیلی حرفا قبول دارم، این که مثلا نخواد توی صحبت ازت خلاص شه و مثلا قشنگ دغدغه‌تو حل بکنه بعد بره سراغ یه چیز دیگر، خیلی قبول دارم. ببین من رفیق اون کسی رو میدونم که همیشه بدونم پشتمه، ببین رفیقم باید مال من باشه. کامل میفهمم چی میگی. رفیق من باید باشه، نه ای که بگم رفیق هیچکی دیگه نباشه. ببین رفیقای دیگه هم میتونه داشته باشه، اما اون رفیقم که دستشو بگیرم برم یه جایی بگم رفیقمه، میدونم من نباشم پشت سرم نمیتونن پیش حرف بزنن، من یه جای گیر بکنم زنگ بزنم. ببین من رفیقم کسیه که حتی خجالت میکشه به من بگه فلان تایم نمیتونه بیاد پیش من. میفهمی چی میگم؟ نتونه بهم کمک کنه، نمیتونه حتی ابراز کنه. من حالا الان وقتش شد بگم، ما اومدیم پادکست رو رکورد کنیم، حتی الان میتونیم یه تیکش رو واسهتون بذاریم، از این تعریف کردم در حد 2 ثانیه ادیتور میذاره براتون. ما اومدیم ویدیو رو بگیریم، برق اینجا رفت، ساعت 8 برق رفت، 2 ساعت ما تو حیاط نشسته بودیم تا برق اومد. و من واقعا میگم، حالا شرمنده همه شما بچهای پشت صحنه شدم، برق رفت، من واقعا نمیدونم مگه چیکار کنم. شرکت برق آره ولی رفاقت کردید در حق من واقعا، یعنی دمتون گرم. نه ببین میگی این حرفا، ولی توی اون 2 ساعتی که تو تاریکی نشسته بودیم میگفتیم میخندیدیم، من یه لحظه به خودم اومدم گفتم آقا چقدر رفیقای خوبی دارم. حالا هم شما هم بچهای پشت صحنه که آقا نشستن اینجا بدون کسی خوره اخم و تخ کنه. اشکان برداشته بود با علیرضا داشتم هم دیگه تخته بازی میکردن با نور گوشی. اینا واقعا میگم همین واقعا یه نوع رفاقت واقعا. علی رکورد ما ای بابا ساعت چنده بچه‌ها؟ 8. یه چیزی بگم که خیلی به نظر من مهمه، رفیق به رفیق حتی به شوخی زخم زبون نمیزنه. موافقم. من با این خیلی مخالفم که با رفیقت مثلا برگرد یه شوخیایی بکنی که رفیقتو شخصیتشو بیاری پایین، رفیقتو نکات ببین یه چیزی خیلی باب شده ها. آره باب شده که تو به رفیقت زخم زبون بزنی، یه شوخیای بدی جلوی بقیه باش بکنی. من میگم چطور شوخی جلوی بقیه میکنی ولی هیچ وقت از رفیقت تعریف نمیکنی. آفرین. باز یه مورد دیگه ای که من خیلی به چشم میاد اینه که رفیقت اگه یه چیزی توش باش حال میکنی بهش بگو. آفرین. حتی تو پسرا خانوما اینو بیشتر رعایت میکنن ولی پسرا اصلا رعایت نمیکنن. اصلا من یه چیزی که مشکل دارم اینه که آقا مثلا یارو میگه شوخی کردم، مثلا چه میدونم، مثلا هر چیزی، اصلا نمیخوام مثال بزنم یه وقت خدای نکرده اتفاق بیفته، میگه مثلا یه همین زخم زبانی که میگی یه چیزی میگه شوخی کردم، یا آقا شوخی قشنگتر نبود بکنی، حرف اون لحظه تو ذهنت نمیومد بزنی که بخوای اینو بگی، چرا یه چیزی بگی رفیقت یه خورده ناراحت بشه. و اصلا میگم منم 1% زخم زبون، تیکه یا شوخی که یه کوچولو ارزش رفیقتو بیار پایین قبول ندارم. تعریف کردنم خیلی مهمه. تعریف آره. ببین حالا جفتتون رفیقای من میدونین من چه جوری ام دیگه. خب ولی همه بچه‌ها از رفیقاتون باید برای رفیقتون این کارو بکنین. شاید با یه جمله کوچیک شما همونطور که گفتم زخم زبون بزنید 2 روز حالش بد باشه. دقیقاً. و مخصوصا آقایون چون به روی خودشون نمیارن. ببین من رفیقم بدترین ماشین کره زمین رو بخره که همه بگن بده، میشینم توش و از اون به عنوان بهترین ماشین کره زمین یاد میکنم. رفیقام میدونن که من این کارو میکنم. چرا؟ چون
خیلی بچه‌ها تاثیر میذاره تو روحیه رفیقتون. اگه واقعا رفیقتو دوست داری باید این کارو بکنی. چقدر شلوارت بهت میاد، چه باحال شده. دنده میخوره بعضی وقتا رفیقت. مثلا من برمیگردم میگم خشایر چقدر خوش تیپی، مثلا خشایر چقدر دمت گرم اومدی سر ویدیو، چقدر آراسته اومدی و فلان و اینا. تو دیگه این میاد تو ذهنت، دندشو میخوری، دفعه بعد میخوای بری سر یه ویدیو میگی بابا تیپ و استایلم اینجا خوب نیست، مثلا میگی تیپ و استایلمو بهتر میکنم 10 دقیقه دیرتر میرسم ولی درست سر یه ویدیو حاضر میشم. باریکلا خیلی تاثیر داره. چقدر هم آراسته بودن توی رفاقت که چه بسا چه تو جامعه هم تاثیر. دقیقاً. ببین تو همین دوران جنگ مثلا خیلی‌ها میگفتن فلانی رفیقمه، فلانی رفیقمه، فلانی داداشمه، فلانی اینجوریه، ولی توی 6 ماه یارو میگه یادم رفت داشت حال تو پرسم. یه زنگ نزدم. اگه برات مهم باشه میپرسی. من حالا خیلی هم میدونن من در روز به اونایی که برام اهمیت دارن زنگ میزنم. کاملا تایید میکنم. کاملا 10 الی 30 ثانیه زنگمو میزنم. ببین مثلا این اخلاق اشکانو من نداشتم. از وقتی با اشکان رفاقت کردم این اخلاق حداقل برای اشکان دارم. منم دقیقاً برای اشکان دارم. آفرین. نه آخه ببین میخواستم حالا شاید باورت نشه، سوال بعدیم که میخواستم ازت بپرسم اینه که آقا انتظار داری از رفیقت یا نه؟ آیا انتظار داشتن خوبه یا نه؟ مثال اشکان انتظار به نظر من داره از من که زنگ بزنم حالشو بپرسم، چون این انتظار رو برای من ایجاد کرده و من واقعا میگم از ویدیو میام بیرون یه کاری انجام میدم. حتی من شده مثلا رفتم خونه مام بابام غذا خوردم، مثلا بابام میدونه مثلا الان ویدیو رو میبینه، بعد غذا یه زنگ زدم داداش امروز خبری نداشتم ازت، ویدیو گرفتی چطوری؟ مثلا امروز ندیدم تو اینا، خوبی؟ آره خوبم قربونت، منم اومدم مثلا استراحت، اومدم باشگاه، حالا هر چیز دیگه ای. و این انتظاری که دو طرفه ایجاد شده خیلی قشنگه. حالا می‌خوام تو خودت از رفیقت انتظار داری یا نه؟ من چون به شدت جواب تلفن نمیدم، تو پی ام دادن و اینا آدم سختیم، این عادت منو درست کرد. آره. یعنی زنگ میزد بعد اصلا دیگه میسکالش میبینم مثلا یه دقیقه بعد زنگ میزنم مثلا الو جونم اشکان. آره. یعنی تو هر شرایطی که فکر کنی جواب تلفن شده. آره. تو هر شرایطی. ببین الان من و خشایر هستیم، هم به ضررت هم به نفعت. جایی که تعریف می‌کنیم دو طرفه تعریف کنیم. بعدارم دیگه چه انتظاری از رفیقت داری؟ ببین دیگه انتظار من دنبال رفیق 4 صبحم هستم. آفرین. ببین من عاشق اینم که شبا بزنن، خودش میدونه. یه چیز تهرانیه یا نه رفیق 4 صبح؟ آره من در جریان نبودم. نه رفیق 4 صبح هم دل نمیدونم میگی تهرانیه یا نه، چون من خودم تو شوشتر دارم. بزنی بیرون بری با رفیق دور بزنی دیگه. آره الان متوجه شدم. آره. رفیق 4 صبح خیلی حال میده. یعنی رفیق حرف میزنی، درد و دل میکنی، خالی میشی، میری با ذهن خالی میگیری. انتظارات حالا منو گفتی، انتظارات خودتو تو رفاقت اینم بگو. حالا اینو گفتی انتظار نداشته باش. آفر چقدر قشنگه. چقدر قشنگه. حالا قبل از این در مورد این صحبت کنیم. من یکی رو میشناختم میگفت من رفیق پنچر شدن ماشین میخوام. قشنگه. میگه من رفیق لفظ باحالیه. آره میگه من رفیقو میخوام که بگم داداش ماشینم پنچر شده بگه اومدم. باریکلا. این خیلی من این لفظو دوست دارم. من اینو مثلا با خشایار خب خیلی سبک رفاقتی من نبود. آره. یعنی رفیقی نبود که من انتخابش کنم. دقیقاً چه سبکی بوده؟ ببین رفیق عشق و حالی بود خشایار. آره. یعنی رفیقی که میگه خودش این سن دیگه جواب نمیده. اون سن ما نبودیم دیگه 2-3 سال پیش. اون سن آره من از اول دوست دارم کارو. من کار جزو تفریحاتم بهش نگاه میکنم. دوست دارم که آخر شب میرم تو روز یه کاری انجام داده باشم، اگه انجام نداده باشم حالت تعوام میگیرم، حالم بده، عذاب وجدان میگیرم. و خشایار آدمی بود که مثلا به من یهو 4 روز زنگ نمیزد، 3 روز زنگ نمیزد. حالا منم الان میتونم از جفتتون بگم خب حالا این برام یه طرفه. من مثلا از خشایار انتظار این داستان رو داشتم. بعد من آدمیم که حرف میزنم، بچه بودم حرف نمیزدم، یعنی سنم پایین بود یهو محو میشدم. شما تهرانی هم میگین گستین، یکم هنوزم میگه. آره این هنوز توم هست هنوز، ولی خیلی من قدیم مثلا هیچ چی نمیگفتم، یه دفعه ناپدید میشدم. مثلا به جز این که گفتی رفیقم از من انتظارم اینه که از من انتظاری نداشته باش، دیگه چه انتظاری؟ ببین آدما انتظار دارن. مثلا من از اشکان یه سری انتظارا دارم که اون نمیدونه. خب من میرم بهش میگم. خب جدا از اون رفاقت جداست، دوست دارم انتظارا رو بهم بگن و بدونم همون شکلی رفتار کنم. من مدلم اینجوریه. منم همینطورم. حالا شما اینجوری نیستی؟ یه لحظه رفتی تو فکر. نه داشتم اتفاقا فکر میکردم. من همیشه به رفیقای صمیمیم که کلا 3 نفر شاید نشن و همه هم میدونن کیان. خب مثلا میدونن تو یوتیوب بهترین دوست من داشت بنیامین، همه جام گفتم. بله. خب همه میدونن، یعنی
چون کامیونیتی یوتیوب هم میگم خانواده‌ان خیلی نزدیکن، مثلا میدونن که من داداش با بنیامین از همه صمیمی‌ترم. خب من از رفیق صمیمیم بسیار پرتوقعم. آره و خب من فهموند. آره منم فهموند. آره. و ببین یه چیزی بگم، کار درستی هم هست. یعنی بعد از اینکه اشکان به من گفت یا یه خورده با هم صحبت کردیم، میگم اول پادکست گفتم کسی که توی این 2 سال خیلی چیزا به من یاد داده. اصلا اینو تو دوربین میگم، اگر از رفیق توقع نداری و انتظار نداری یک جوری رفتار بکنه و اون این کار رو انجام نمیده، رفاقت نکن. یعنی من با اشکان اینجوری هم که الان به یه لولی رسیدیم. دیشب زنگ زدم بهش، مثلا صحبت کردیم، گفتم اشکان توی کل روز این یه دونه جمله یکم رفت رو مخم، اصلا فردا صبح اصلا بخوابم صبح پاشم اصلا یادم میره، فقط در جریان باش. اوکی مرسی گفتی، نه داداش حرفی نزدم و فلان و اینو. یا مثلا داشت اشکان یه بار زنگ زد به من، گفت بنیامین انتظار دارم این رفتار رو در قبال من انجام بدی. بله. گفتم ممنونم از اینکه اینو گفتی و این کار رو انجام میدم که رفیقم بمونی، چون رفیقمی، دوستت دارم، میخوام اون چیزی که تو میخوای باشم برات، اون رفیقی که میخوای باشم. منم زنگ میزنم میگم اشکان انتظار دارم اینجوری رفتار بکنی. میگه داداش فیکسه و فلان اینا. یه چیزی بگم در مورد بنیامین که منو خیلی علاقه‌مو نسبت به خودش بیشتر کرد و من اینو خیلی تو رفاقت دوست دارم. من دوست دارم رفیقم برای من تلاش کنه. یعنی چی؟ نه اینکه کاری برای من انجام بده ها، برای علاقم به خودش تلاش کنه. یعنی اگه یه چیزی رفیقم من بدونم از من ناراحت شده، نمیگم باشه عذر میخوام، نه، من مطمئن میشم که از دلش در اومده. دقیقا. من مطمئن میشم که اون کارو تکرار نکنم. من مطمئن میشم که به اون چیزی که باعث استرس رفیق من میشه نزدیک نشم. دقیقا. من این تلاشو میکنم. چرا؟ چون حالا تو شغل خودمون میدونم که ذهن رفیق من خراب شه امکان داره 3 روز نتونه درست کار کنه. خیلی تو شغل و من میدونم که باید استرس رو ازش دور کنم و اگه خودم باعث این بشم، خب پس من رفیق خوبی نیستم. وظیفه هر کسی که حالا از خودم میگم و حالا همه شغلا هم هست، شغلایی که کارشون با ذهن، شغلایی که روحی و فکری خیلی مهمه که یارو آروم باشه، رفیقا و خانواده وظیفه‌شونه. حالا نه فقط شغل، حتی بچه‌ای که مثلا میگم سال کنکورشون، حتی همسرشون وظیفه‌شونه که آقا دو طرفه من اعصاب رفیقم، حالا پارتنرم اشکان گفت، دوستمو آروم بکنم که بتونه تمرکزو بذاره اونجا. و این دقیقاً چیزی که و توش واقعا حرفه‌ایه ها. آره. قبول داری؟ آره. ببین توقع، من گفتم خودم به شخصه، مثلا خیلی همه تو مجازی ترند شده، همه میگن توقع نداشته باشیم. نه توقع چیه؟ دقیقاً دوست داشتم صحبت کنیم که بگم از نظر من یکی توقع داشته باشی. من داداش از رفیق صمیمیم توقع دارم. منی که جونمو براش، مثلا من خودم دیدین دیگه، میگم آقا من برای رفیقم هر کاری بگی میکنم، خب ولی بعد بگم مثلا رفیقم بگم من توقعی داداش، میگم مگه ما رفیق صمیمی نیستیم؟ آدم از آدمای رندوم زندگیش توقع نداره. آره مثلا یه نفر رفیقت، مثلا اسم رفیق میذاره روش، ولی خب کل رفاقتتون توی که با هم میرید فیفا بازی میکنید، بیشتر آشناه. آخه این لفظ رفیق باب شده. آره. یا همه میگم یا آقا یا رفیقمه، ولی مثلا میگم رفیقت مثلا چیکار میکنید با هم؟ داداش ما مثلا هر هفته با هم دیگه میریم، مثلا تفاوت دوست رفیق. آفرین. دقیقاً تفاوت دوست رفیق. مثلا من داداش آدمی دارم که هفته یه بار میاد با هم قهوه میخوره، رفیقمه، خب و من از اون داداش توقع ندارم آخر شب دنبالم. دقیقاً. بهش نمیگم بیا من، مثلا داداش من اینجوریم، من میام خونه بنیامین یا خشایار، بهش زنگ میزنم میگم این غذا رو برام میگیری میاد، میگم شام برام من فلان چیزو بگیر. آخه قشنگه. آخه درستش همینه از نظر من. بابا اشکان زنگ زد گفت بنی غذا نخوردم، واسم پیتزا میگیری بیام؟ گفتم آره. بعد من عشق کردم، گفتم آقا این یه چیزیه که پس فردا من گرسنه‌ام بود خواستم برم پیش اشکان نگم زشته فلان اینا، نه آقا منم گشتمه، یه غذا واسم بگیر برام میام بخورم. چی؟ من هر سری میرم خونه زنگ اشکان من غذا نخوردم و برام غذا. ببین من چی میگم رفیق صمیمی من، داداش من اگه خجالت بکشم به تو بگم منو برسون خونه، من با تو صمیمی نیستم. دقیقاً. من اگه خجالت بکشم داداش نهایت داره میگه الان فلان چیزو ندارم برای تخم مرغ درست کنم، داداش من 1000 بار تا حالا به همه املت دادم، به من املت نداده. چرا فرق میذاره؟ آخه این نازنازی تره، نازنازی نامردیه.
نه این یکم همسنم نیست، کوچولوتره، تو بزرگتری. من حکم داداش جفتمون البته داداش کوچیک‌تر میتونیم باشیم. این داداش چند ماه کوچیک‌تره. خب دیگه من 3-4 سال راحت بیشتر کوچیک‌تره. کلا دیگه یکم داداش آدم باید تفاوت داشته بعدم با هم صحبت تو داش مشتری داداش، تو میدون بهمن کار کردی. آقا منم بازار 15 خرداد کار کردم. آقا میدون بهمن. آقا این هیکل باید املت بخوره. آره قبول دارم. هیکل املتیه. هیکل املتی. نه املت هم واقعا خوبه. آقا امشب بعد اینجا یه املت یه املت. ولی جدی میگم توقع تو رفاقت خیلی مهمه. آدم به نظر من میزان توقع اصلا از رفیقت میزان صمیمیت مشخص می‌کنه. 100%. و این بحث توقع بخوام مثلا با این جمله‌ام ببندم، من دوست دارم با رفیقم راحت باشم. داداش معذب نه. داشت دیدی یکی مثلا من یه داستانی بود با خشایار، به من استرس میداد که من میخوام برم جای کار دارم، مثلا ضبط زودتر تموم شه. این خب بعد اولاش اینجوری آخر گفت بهش گفتم ببین یه بار دیگه این کارو با من بکنی بعد مثلا میگم دو طرفه باید بشه، خشایار رفاقت بلد نبود. از 12 شب میومد خونه من میگفت خب من پرده پست دارم داره کنسل میشه، من تا 5 صبح براش نشستم. درسته؟ بله درست. ولی خشایار سر ضبط من 6 عصر میگفت من میخوام برم. بعد توقع من اینجوریه که خشایار من برای تو یه روز نمیخوابم، خب و تو نباید درسته میمونی تا تای کارو برای من انجام میدی، ولی این که میگی اشکن چقدر دیگه تموم من استرس میگیرم. خیلی قشنگه. خب و اینو بهش گفتم و درست شد. و مثلا بهش میگفتم من داداش یه بار مثلا بیا رفیق واینرم اسم نمیارم، بهش گفتم فردا ضبطم، گفت فردا فلان تایم اینم میشه اینجا حالا بذار این برای من میری تو دایره رفیقم باشی اوکی، اما رفیق صمیمی من به من اینو نمیگه مگه اون که اون کار داداش واقعا غیر قابل جابجا بشه. خب با من یه دونه سفر خواستم برم از 10 روز 2 هفته قبل گفتم اشکان من از این تاریخ تا این تاریخ سفرم. ویدیو گرفتم ویدیو اشکانو گرفتیم رفتم سفر برگشتم. من همین الانم یه 2-3 روز دیگه یه برنامه دارم، یه 2 روز نیستم تهران. به خدا زنگ زدم اشکان داداش من یه شنبه دوشنبه نباشم، بعد اینجوری اصلا کاری بود نرم بودم حالا در جریان باشی. همه چی دیگه باید چک میکنم. آره بعد داستان زنگم بود. آره زود قهروه. نه ببین حالا هی میگیم و اصلا دیگه بریم سراغش. من کل زندگیم یعنی توی این چند سال رفاقت با اشکان یک بار با اشکان به مشکل خوردم. حتی نمیگم دعوا کردیم، چون کلمه دعوا خیلی کلمه منفیه، یا روی صدایی باید بالا ببره، یه حرف زشتی باید بزنه. من یه بار یه کاری کردم و 100% کارم غلط بود، اشکان از دست من ناراحت شد، ولی حالا بعدش میگم حالا اون حرفی که اشکان زد از دلش در آوردم، تلاش کردم از همون روز که آقا من این کاری که کردم و تو ناراحت شدی. واقعا هم عوض شد. آره واقعا عوض شد. اصلا ببین اصلا من از بعد اون داستان، حالا با هم دوتایمون هم صحبت کردیم، ببین از بعد اون داستان اصلا میگی رفاقت ما یک تبدیل به یک چیز دیگه شد. معمولا بعد از مشکل‌ها شاید احتراما از بین بره، یه سری مشکلات پیش بیاد، ولی از اون به بعد میتونم بهت بگم اصلا هم من هم بنیامین رو من یه جور دیگه حساب. آره واقعا رو هم دیگه خیلی بهتر حساب کردیم. ببین تنها دلخوری که از اشکان داشتم که بعدن یه بار دیگه هم کوچولو این کارو کرد. بار اول که اشکان از من ناراحت شد گوشیو خاموش کرد. میگم قهر میکنه. گوشیو گفت، بعد من زنگ میزدم پیام میدادم گفتم به خدا میام دم خونه تا الان جواب منو بده صحبت میکنیم. آقا اصلا اشتباه کردم توونشو پس میدم. جواب نداد. گفتم آقا چقدر آشناسین. گفتم بچه ناراحت شده خوابیده. صبح بیدار شدم. حالا من همیشه 12:01 بیدار میشم. 10 صبح زنگ میزدم جواب 12 جواب 2 4 6 تا 7 جواب منو نداد. حالا من این موضوع علتشو بهتون بگم، به جون مادرم همینه. نه پسر پرنسس شده. نه آقا هیچ ربطی نداره. من بعدش بهش گفتم، یعنی بگم مشکلو که حل کردم گفتم اشکان تا اینجا که 100 مشکل از من بود، اشتباه کردم جبران، ولی هر اتفاقی افتاده جواب زنگ منو بده. بذار من
میگه دوست دارم رفیقم. آره اجازه بده حرف بزنی، اجازه بده درستش کنم که اینم میگم وارد نیست. بار اول 1 روز طول کشید 24 ساعت بود، بار دوم 3 ساعت بود دیگه نشد. بار 3 ماه بود. خیلی زیاده. آره برای خشای 3-4 ماه بود. 3-4 ماه جوابشو ندادی؟ نه جوابشو دادم ولی تو گوستینگ کامل بود. ببین من حالا خب نمیتونم کارهای بد زیاد کرده نمیتونم بگم. خب خشایار رو واقعا من از صفر ساختمش، یعنی اون رفاقتی که مد نظرم بود و مشکلم از خشایار نبود. من فهمیدم که تو اکیپشون کلا رفاقت همین سمته. خب و گفتم ببین رو خاک یکسان کرد. ببین نه اکیپشون کلا عشق حال تورن، انتظار هیچ کس از کسی. آره نوع رفاقت اینجوریه. مثلا شب من و تو با هم دیگه برنامه داریم، خشای دفعه زنگ میزنه که من اینجا دیگه کارم، من پیشم بودم میرم. مثلا 3 روز این برنامه رو من چینده بودم. مثلا با هم میریم داداش من جای کار دارم برم. گفتم نه اینجوری نیست. گفتم الان واقعا اینجوری نیست با من. باز داخل پرانتز با من تو. آره با بقیه اینجوری دیگه. آره اون داستانی که داداش میگم مثلا چند ساعتی مثلا شاید جواب ندم، اون دفعه با بنیامین گفتم من انقدر رو رفیقام حساسم، من به شدت رو رفاقتم حساسم. بار اول من اشتباه کردم، بار دوم من اشتباه نکردم. یه چیزی گفتم منظورم و بعد حالا هم من بعد گفتم هم بعد برداشت. من واقعا رو رفیقام انقدر حساسم، یه مشکلی پیش میاد اینا برای همین انقدر تلاش میکنن که درستش کنن، چون میدونه منو ور پاشیدم. مثل اینکه مثلا زنم بهم خیانت کرده. ببین کف خونه اینجوری شرایط دیدم یا امام رضا بدبخت شدم. با هیچ کم صحبت نمیکنه. نه با هیچ کس اصلا نباید بهم نزدیک بشه. برگشت به من گفت اشکان با ادیتورش زندگی میکنه، یعنی یه اتاق حالا بچه‌ای میدونم همه میدونن. گفتم بالاخره یه نفر هست ندونه دیگه. آره اشکان با ادیتورش زندگی میکنه. بعد گفتم که بار دوم که بهش گفته بودم آقا منم بذار اگر یه اشتباهی کردم حداقل صحبت کنیم شاید تو بفهمی اشتباه از من نبوده. گفت داداش من گوشی رو دادم به فاضل، گفتم من رفتم بخوابم، هر کی زنگ زد بگو آقا بجز مامانم هر کی زنگ زد بگو آقا شادکامی نیست. خوابید. تبلیغ مبلیغ همه چی کنسل. گفتم بابا بعد خوردم خوابیدم. بعد 2-3 ساعت زنگ زد گفتم بابا دن سرویس من اصلا منظورم این نبوده. گفت باشه درود بابا. گفتم بذار حداقل آخه ببین میدونستم ناراحت شد چون اصلا این اخلاقو نداره که جواب نده. مثلا اشکان تو ضبط هم باشه جواب منو میده، میگه داداش تو ضبط هم بهت زنگ میزنم، میگم باشه برو، بعد میگه اینم میپرسن میگیم بگو در چه موضوعه، مثلا میگم اگه مثلا خیلی موضوع هارد باشه قطع میکنم. آره میگم نه داداش مهم نیست زنگ میزنم، یا مثلا میگم تا 3 ساعت دیگه حتما زنگ بزن. گفتم که بابا بذار حداقل باید صحبت کنم که دیگه بعداً ولی گفتم حالم خوب نیست میرم میخوابم ولی صبر ندارم. برعکس اشکانم من مشکل حل میشه بعد همون ثانیه منم استرسش دیوونم میکنه. اجتنابی میگن نه اون مال پارتنره برام. اونم جدید من شنیدم. منم جدید شنیدم. استرابی و اجتنابی به پسرای میگم که مثلا پارتنرشون همه کار دوست دارن باشه خب، ولی مثلا میگن آقا وابستگی نباشه دیگه. نه این اونه من نمیدونم چیه بلد نیستم. نه اجتنابی مال رفاقت نیست. مثلا کسایی که میگن مثل که دوست ندارن وابستگی رو، مثلا بیشتر مال پارتنر و اینا. به خدا بلد نیستم. آره منم تازه شنیدم. عمو به من یاد بده بلد نیستم اینجور چیزا. آره ببین من انقدر چون من گفتم من قبل اینکه با خانواده‌ام زندگی میکردم، ببین آخه من چرا میگم رفیق مهمه، چون ما وقت بیشتری رو با رفیقامون تو خانواده‌مون حتی داریم میگذرونیم. اینو قبول دارم. داداش من با رفیقام من الان که شماها باز خوبین، من خانواده‌ام شهر دیگه‌ن. هی میگه ها آقا ما هی میگه بابا به خدا شاهده 10 روز مام بابام ندیدم. خدا شاهده. ببین منم این فکر می‌کردم این که بدونی میتونی بری ببینیشون تا اینکه نتونی خیلی یه بار بابام زنگ زد گفت سلام آقای بهبهانی. گفتم بفرمایید شما. گفتش که پدرتون هستم، میخواستم اگه میشه یه وقت بذارم ببینمتون. گفتم که بله حتما، ببخشید من فقط تا جمعه ضبطم، شنبه ظهر خدمتتون میرسم. گفت ممنونم. بعد من یه لیست دارم دیگه اشکان دیده، مثلا مینویسم شنبه رکورد فلان، جمعه رکورد، نوشتم رکورد خانواده. ما میشه رکورد که حتما بره چون ضبط همیشه میره. ضبط رو نمیشه نه. ببین بابا شاید باورت نشه تا پادکستای منو میره نگاه میکنه. باباش هم خیلی علاقه داره به یوتیوب. دمش گرم. آره ولی من خانواده‌ام اینجوری دو قسمت اسم بابام اومده فکر کنم جدی بعد بابامو دعوت کنم پادکست. یه قسمت که حتما تو رو خدا منم بیا. چشم. داشتی در مورد توقع اینا میگفتی. آره ببین من چون خیلی با رفیقام در ارتباطم و از خانواده‌ام بیشتر می‌بینمشون، خیلی هم بیشتر روشون حساسم. اینو می‌خواستم بگم.
خیلی روشون حساسم و میگم یه اتفاق مشکلی که من با رفیقام بخورم واقعا به اندازه یه شکست عشقی منو به هم میریزه. آخه اگه این نباشه غلطه به نظر من. هر کسی یه جوره. آره. شکست عشقی نخوردم نمیدونم چه جوریه ولی ببین نه منظورم اینه که خیلی درده. نه این خورده. آخه خیلی درد بزرگی. آدم شکسته ای است. چند بار شکست عشقی خوردی؟ چند بار. نه همینجا مشکله. آره دیگه. نه معمولا یه بار مخورن و سر به بیابون میذارن من دیگه. مثل حبیب میمونم. هی عاشق میشم شکست. آقا آدم مدرسه. بنده خدا حبیبم زیاد عاشق من نمیشناسم یعنی گوش نمیدم سریال لیسانس نه میگه حاجی فکر کردم به خدا فکر کردم حبیب خواننده خدا بیامرزش خدا بابا. با من نمیدونم به خدا نه. حبیب لیسانسم آره. ولی من یه بار تو رابطه جدی بودم اونم 22 سالم بود که اونم بهم خیانت کرد دیگه اوکی نشد بابا. آره از اون به بعد دیگه تو رابطه جدی هنوز نتونستم برم متأسفانه از اون به بعد فقط کار کردم پول در آوردم ولی آره دیگه کلا من چون رو رفیقام خیلی حساسم ناراحتیشم خیلی برام شدیده و چرا همون اول نمیتونم صحبت کنم چون ته دلم یه استرسی دارم که نکنه با رفیقم دعوام بشه اون دعوایی که به رفیقاتم داری میدی نه اونم دوست دارم نه اونجا باید یک خود تنبیه بشن ما چون یه ویدیویی که راحت میتونیم در مورد همه چیز صحبت بکنیم اشکان اگر از لحن جدی تبدیل شد به لحن مشهدی داره ماسمالی میکنه نه ماسمالی نداره اینجا آقا شما برف گوش میده یک چیزی رفت تو سرم چیز نه پشه بود نه خوشگلی بود رفت تو مورد خب حالا یه سوال دیگه ببین تو فرض کن یه رفیقی داری خب یه کاری که تو بهش گفتی این کار رو نکن بکنی من خیلی ناراحت میشم خب دوباره اون کار رو انجام داده و تو به این درجه از فهم میرسی که آقا این فقط به من میگه ببخشید اشتباه کردم دیگه نمیخوام این کار رو انجام بدم ولی باز انجام میده چه جوری مقابله میکنی؟ ببین من خیلی زود آدما رو میذارم کنار خب یعنی مثلا رفیقم اگر اینجوری باشه خب اصلا من برای اون رفیقه نیستم خب تو این قضیه خیلی زود میذارمش کنار چون اگر یه بار بهش گفتم دو بار بهش گفتم دیگه دفعه سوم مثلا چیزی بهش نمیگم غیب میشن دقیقاً همون حرف اشکان دقیقاً ولی خب توقعش هم ندارم دیگه دقیقاً مثل یه ضربه شکست عشقی میمونه واسه آدم رفیق خیلی بدتر آدم بخوره تا از یه پارتنر آدم توقع نداره از رفیقش ضربه بخوره من مثلا این چیزو به رفیقم میگم این کارو نکن اصلا آدم از دشمن ضربه نمیخوره از رفیق ضربه میخوره دشمن همیشه آمادهش بود دیگه آره دشمن از جلو میزنه دقیقاً اون که اپوش میزنه اوی ادکلونش آشنا بود خودم خریده بودم خودم براش خریده بودم خشیار او ادکلون ازم دزدیده بود آره با همون خنجری اوی ادکلونش آشنا بود خشیار ازم دزدیده بود عجب خب یه ادکلون خوشگل دارم خریده آره آقا اشکان میرسیم به یه بحث دیگه شما توی کار چقدر رفاقت میکنی چقدر کار میکنی و اینکه با کسی که رفیقی کار میکنی یا با کسی که کار میکنی رفیق میشی بالانسش چجوریه تو زندگی؟ ببین توی کار من با خیلیا رفیق شدم خب ولی با اونهایی رفیق موندم که هم شخصیتشون درست بود هم تو کار خیلی به هم کمک میکردن از چه لحاظ مثلا اول این که من سعی کردم رفیقی رو انتخاب کنم که نه از خودم خیلی بالاتر باشه بله نه از خودم خیلی پایین تر بله رفیقم هم سطح خودم باشه در کار که بتونم نه به اون حس بدی بده که منو داره میکشه بالا نه حسی مثلا ترحمی داشته باشه که من دارم اونو سعی میکنم رفیقامو بالانستر انتخاب کنم و خب حالا ببینید مثل این مونه که هیت فیلتر میکنم که با اونی که همه این آپشن‌ها رو داره و آدم خوبی هم هست رفیق میمونم خارج این داستان ها هم رفیق داشتم ها ولی چون شغلم یه خورده خاصه یه خورده رفیقم باید مراقب تر باشه بعضی اوقات مجبور شدم با کسایی که شغلشون مثل خودم نیست یک خورده فاصله‌مو رعایت کنم لفظی که بعضی وقت من استفاده میکنم میگم سیرکل سیرکل اول و دوم و سوم یکم الان دیگه خیلی کم پیش میاد تو کارم بهم ارتباط نداشته خیلی منم دقیقاً اینجوریم که حالا واسه بچه‌ها بخوام توضیح بدم من اینجوریم که میگم زندگی من دایره است خودم وسطم آدم‌های مهم زندگیم توی دایره اول قرار میگیرن که قطعاً میشه خانواده مثلا مادر و پدر من تک فرزندم بعد مثلا 2 3 تا 4 تا یه تعداد کمی
رفیق‌های صمیمیم. بعد میره دایره دوم، حالا اینا باز رفیق صمیمی انا، جفتشون مثلا سیرکل 1 و 2 واقعا همه کار براشون میکنم، ولی این سیرکل اول باز اولویت داره تو دومی، بعد سوم، بعد چهارم، تا دیگه همینجوری هی زیاد میشه. حرف تو دقیقا همونه که میگه آقا با آدم‌هایی دیگه اون سیرکل اولته که دیگه خیلی نزدیکم، هم رفاقت میکنم هم کار میکنم. آره من سیرکل یکم ولی قدیم این نبود. قدیم این نبود. آره مثلا تا 1-2 سال پیش رفیق صمیمی خارج از کار خودم هم داشتم. تو چی خشایار؟ ببین منم دقیقاً فقط با رفیقای خودم کار میکنم، یعنی دقیقاً همون سیرکل 1. رفیقی داری خارج از اینستاگرام باشه یا مثلا خارج فضای خودمون باشه؟ چقدر صمیمی؟ همونقدر صمیمی. چون مثلا من و اشکان الان واقعا رفیقای خیلی صمیمیمون نه اونقدر صحبت‌های مشترک داریم ما هم بزنیم و کار ما هم دیدی که 24 ساعته است. واقعا 24 ساعت است. خب به خاطر همین تو صحبت حاشیه دار داری باش انجام میدی، ولی صحبت کاری هیچی. دقیقاً همون زیاد درک نمی‌کنی. مثلا منم همینو به خاطر همین ازت پرسیدم، چون من و اشکان میدونم اون سیرکل 1 رفاقتمون همه چیز زندگیمون رو میدونه، از میگم همه چیز، من چیزهایی رو میگم همه چیز زندگی من رو دیگه اصلا عملا کلمه همه است دیگه، اشکان میدونه. تو آیا رفیقی داری که چون من و اشکان نداریم؟ مثال میتونم بزنم؟ مثلا میام به اشکان میگم مثلا من ویوم ریخته، مثلا داغونم، درکم میکنه، کمکم میکنه، با هم درستش میکنی، پیجش ریپورت میکنم. ولی مثلا برم به یه سیرکل 2 3 بگم، میگه ان شاءالله حالا درست میشه بابا، بیشتر کاری خدا بزرگه. میگی نمیتونه درکم کنه. حالا من دارم میمیرم، اعصابم خورده. حالا داداش مثلا یارو اینجوریه، مثلا من میگم شده اتفاقا بگم نه که اعصابم خراب باشه، میگم این ویو نخورد، بعد میگه چقدر خورده، میگم 300,000 تا. خوبه داداش 300,000 نفر ویدیو، میگم آره داداش عدد گنده‌ایه، من نیست، من اوریجم 500-600. خب الان حق دارم ناراحت باشم دیگه. اصلا میبینی من اولش گفتم رفیق باید شرایط تو درک کنه، همینه. اینو نمیتونه درک کنه. ولی اصلا نه شغل ما، هر شغلی مثلا تریدر رفیقش میگه مثلا میگه امشب لیکوید، میگه فدا سر قصه چیزا رو نکن. فدا سر چی بابا کارشه دیگه، یعنی چی فدا سر، داره زندگیشو میگذرونه. و شغل ما هم عین خیلی از شغل‌های دیگه. اصلا اینو خیلی دوست دارم در موردش حرف بزنم. بعضی وقتا یه نفر میتونه واسه تو رفیق خیلی خوبی باشه که واسه من رفیق خیلی خوبی نیست و این تو همون درک است. من مثلا میگم من یه رفیق داشته باشم بگم چه حالت بده، بگه دوست دخترم کات کردم، میگم به قول وخی بابا چی میگی بابا، در مورد چی داری صحبت، برو خودتو جمع کن بابا فلان اینا. ولی اون شاید این رفیقا از من نخواد دیگه، دوست داره داداش بیا پیش من، قصه نخور، درست میشه، آروم میشه. بارها شده داغون بودم، زنگ زدم بهش ببین مثلا میام پیشت حال خراب منو درست کن، مثلا ببین دم ویج نبودم، بالانس نبودم. این چیه؟ اینو من بلد نیستم. میگه فرش دم حال دم ویج هم نه چیزی یک آهنگ دم بیچه اون بابا. نه من دیگه ویج بابا میگه فرش دم بیچ یعنی دم ساحل. آقا تو درست میگه؟ علی هم که نمیدونه اصلا دم چیزا. ما هم که گلا یه جای دیگه. آقا من تا الان اشتباه من شاید ساحل نداره. آقا ما هم دم بیچ از قبول کرده بودم. در ساحل، رودخونه، کارون شد. نکن نصف چیزایی که تو پاچه ما که تو تهران نیست واقعا. خب ببین مثلا یه 3-4 ساعت با هم صحبت میکنه، بهم انگیزه میده، ازم تعریف میکنه، منو با حال خوب، یعنی ببین یه جوری هم که اعتماد به نفسم اومده اینجا، از خونه میرم بیرون میگم فردا مثلا یه ویدیو میزنم میترک استوریام این شکلی میام تو مسیر رفاقت، یعنی هر طور شده تلاششو داره واسه من میکنه. ولی جالبیشه که جلو بقیه نشون نمیده، یعنی حالش بدم هست، مثلا میاد خونه من میبینه من نمیتونم بهش میگه آره بنی میپاچه، بنی اصلا رنگ صورتش تو به من ببین کسایی که منو میشناسن رفیقم با سلام بنی عصبیه، سلام امروز خوشحاله، این مشخص، یک ثانیه اول اصلا مشخصه. یعنی حتی تو ویدیوها مثلا میگم حالم بد باشه، اولا که شاید نتونم ویدیو بگیرم، ویدیو کنسل میکنم. خیلی آدم اینجوریه کلا، یعنی مثلا حتی تو ارتباطم با آدما یارو میدونه الان چقدر دوستش دارم یا چقدر بدم میاد ازش. کلا اینجوریم و خدا رو شکر امروز ما رو دوست داشت. من واقعا حالا اشکان میدونه آره دوستت دارم، با اینکه کم هم دیدیم. من که کوچیک ببین من ولی خیلی خوبه که تو میتونی حالا جوری که اشکان میگه خودتو حالا نگهداری و
کسی نفهمه. ببین مثلا میاد خونه من مثلا مهمون دارم 2 نفر جلو اونا سلام خنده فلان بیسان اونا میرن اینجوریه خدا حافظ اشکام من دارم سرویس شدم من کارم تمام اون برار درست میشه نه مثلا نمیخوره دیگه تموم اصلا دیوونه شدم دیگه تمومم دیگه آره ببندم برم مثلا برگردم گوش فروشی میگم یه دقیقه واستا بابا دور بذار دارم صحبت بکنم آره نه خیلی عجیب غریب و جالبیش اینه که من این که روی واقعی دوستامو من میبینم اون حس صمیمیت رو برام بیشتر میکنه. خشایار بهترین اخلاقی که اشکان باعث شده تو اون اخلاقو داشته باشی یا یادت داده رو بگو. ببین خیلی من از اشکان اصلا اجازه میدم فکر کنیم، میخوای کات میکنیم ولی واقعا فکر کن میخوام چون من میخوای من بگم تا تو یادت میاد. من یادمه چون زیاده نمیدونم کدومو بگم. نه من میدونم آخه زیاده واسه منم ولی اصلا اشکان میدونه چیو میخوام بگم. سر این که مثلا اینجوریم و اینا خیلی خود واقعیمو در لحظه حسی که دارم بروز میدم. اشکان به من یاد داد که داداش عصبی ناراحتی دلت گرفته یا هر چیزی اینجوری کنترل کن، یا میخوای با آدمای نزدیکت صحبت بکنی اینجوری بهشون منظور رو برسون. چی میگی همیشه میگی خروجیش بهتره. مثلا آقا میخوای به مثلا بابک آریان، چون واقعا میگم اشکان توی رابطه من و بابک آریانم واقعا تاثیر گذاشت. داداش میخوای به بابک اینو بگی از روی مثلا من سر بابک آریان، حالا تو قسمت قبلی هم صحبت کردیم در موردش، من خیلی سر ویدیو گرفتنشون و کار کردن خیلی باهاشون بعضی وقتا تند میشم، میگم این چه طرزه مثلا ویدیو گرفتنه. واقعا دوست دارم یه جایگاه خیلی خوب تو یوتیوب داشته باشن، بعضی وقتا با تشر بهشون میگم. بعد اشکان مثلا با من صحبت کرد که داداش تشر خوبه ولی همیشه تشر هم درست نیست، بعضی وقتا از این در بگو، بعضی وقتا اینجوری بگو. و خیلی توی رفتار خودم با خانواده، با دوستام، با رفیقای نزدیکم، با بچهای تیمم اینو بهم یاد داد و میگم الان دوست داشتم حتی اینجا هم ازش تشکر بکنم که آقا عشق مویی اینجوری رفتار بکن. و میگم من اینو از اشکان یاد گرفتم و خیلی دوست دارم. حالا من و تو خیلی رفاقت صمیمی نداشتیم که بخوای چیزی از من یاد بگیری، ولی اگه چیزی از اشکان یاد گرفتی بگو که بعد اشکان از ما دوتا بگه. آره منم دارم. از من چیزی یاد گرفتی؟ واقعا؟ آره. ببین من از اشکان بزرگترین چیزی که یاد گرفتم صبور بودنه و کار کردنه. خیلی صبوره. ببین خیلی صبوره. یعنی ببین مثلا یه اتفاقی میفته برای این من دود از کلم داره بلند میشه، ببینم خیلی شیک اصلا ملو اینجا حلش میکنه. ببین بعضی وقتا من اینجوریم اشکان چرا هیچی نمیگی؟ دقیقاً. ببین واقعا تو خیلی چیزا این صبوری کردن رو به من یاد داد، خب، و کار کردن رو. ببین دارم میگم من خیلی آدم خوشگذرونیم. شمرون بویه. کد ملیت با چی شروع میشه؟ 2020 ماشاءالله. 092. ولی ببین 187 خیلی رندوم بود ببخشید یه رفتیم روی داستان. مگه 2044 نبود؟ آره عجیبه خانت اونجا کدوم جدیدن 020 دادم به دیگه. حالا اوکی اخیراً که نمیدونم چیه. نکنه شمرون نیستم. کار کردن رو بهم یاد داد. ببین یه بار 33 روز از خونه نیومد بیرون. اشکان خب اون موقع با من رفیق نبوده قطعاً. من نمیذارم این کارو بکنه. میگفتم بیا ببینمت، میگفت برار بیا خونه. نه من به زور میکشیدمش بیرون، میبردمش میدون صنعت، یه پیتزا بهش میدادم ولش میکردم. با هیچ زوری نمیدادم. من میآوردمش. یعنی اگه الان بود یه زنگ بزن به من. الان که به زور میبرمش بیرون. میگم خب زنگ میزنیم غذا رو بیاریم. دیدم اتفاقا یه بار یه دونه استوری گذاشتی معلوم بود تو سله آشغال نمیتونستی یه چیزی بندازی. معلوم بود. میدونم تو بردیش بیرون. اینو میشناسم. به زور بود. ما شامم خورده بودم. ما رو به زور برد تجریش. میدونم. قشنگ من اینو میشناسم و تو رو هم حدوداً میشناسم، میدونم تو بردیش. آخه ببین اصلا انگار باید به زور ببریش بیرون. تهرانو دوست نداره جدا. تهرانو دوست نداری؟ چرا؟ نه به خدا اتفاقا تهرانو دوست دارم. تهران گردی دوست نداری؟ ببین من مثلا وقتی تهران میرم بیرون یهو 8 ساعتم میره. آها مشهد ما میرم بیرون. همش ترافیکه. آقا ما میگیره. ما عادت داریم.
جونشو میگیره. ببین ما مشهد مثلا میریم بیرون غذا میخوریم برمیگردیم کارامون انجام میدیم ازدواج میکنم بچه دار میشم زنم به چشم به دنیا میاد آقا میرم سر خاک بابا بزرگم بابام مادرم میره خرید میکنه خانه‌مون عوض میکنه میایم 1 ساعت و نیم رد شده هنوز ما میتونیم مثلا سریال ساعت 9 میرسی. تهران میگی خب امروز من مثلا میگم خب امروز میرم بنیامینو میبینم از ساعت 10 صبح برنامه‌ای که بنیامینو میبینم. بابا خونمون به خدا نزدیکه بعد هر وقت میاد میگه تو ترافیک میگم داداش 40 دقیقه تو راه بودی چی اینو به همه میگی 40 دقیقه تو ترافیک بابا به بابا خدا مشهد ما زنم بخوام برم خواستگاری بفهم 40 دقیقه کنسل میکنم میگم عزیزم من به دردم میخوام 40 دقیقه راه بیام رابطه ما صبور. لنگه کاملا. ببین تو که آدم صبوری هستی و من و آقا خشایر از شما صبوری یاد گرفتیم تو ترافیک صبوری بابا کن ترافیک اصلا اذیتم نمیکنه اینکه روزم از دست میدم اذیتم میکنه دیگه داداش. بعد یه چیزی بگم تو ماشین بساز روزتو. تهران مثلا من میدونی خیلی کجا رو دوست دارم شمال ولی به خاطر کارم لامصب کم میتونم برم ولی مثلا تهران مثلا من میگم خب بیرون کجا برم تو کافه بشینم که چی بشه خب آره دیگه داداش تو کافه میشینن کم مونده فقط عکس ازم با قهوه‌ام بگیرن دیگه فقط همین یک مورد کم بیام میگه آره دیگه. خب یعنی چی دیگه. یعنی الله نکنه جمله بعدی اینه که نکنه میخوام قهوه‌ام بخورم مثلا آیس کارامل باشه. هم مشکلات ما یکی دو تا نیست دیگه بعد میگم به چی صبوری همینا رو اون تمام ویدیوی ادای شدیمی که گرفتیم بعد ما 3 تا میگرفتیم. آره من ویدیو ادای 2 به 1 از آره نه اونجوری دیگه پودر میشم. حالا تو اخلاقای خوبی که من از رفیقام یاد گرفتم اول خشایر بزرگتره اول خشایره. برو قرآن من اخلاق خوب یاد دادم. آره ببین من اینجوری بودم که اومده بودم تهران دیگه خیلی سفت و سخت چسبیده بودم به کار. بعد پشت خشایارم میگم خشایار بالانس کاری من با خوشحالیه. خب آره مثلا این که من میبینم رفیق من هر بار میاد خونه من با انرژی خوب در وا میکنه لباس خوب پوشیده اتکلونشو زده خدا خیرت این بده. حال منو خیلی خوب میکنه. رفیقی که به حالا هر کسی آدمی که توی دایره زندگیت دایره زندگی سیرکل 1 2 3 4 کلا بهت انرژی خوب میده آدم درستیه. دقیقاً. یه سریا هستن یارو مثلا میاد میشینه داداش چطوری داش بازار خراب حالا آره. همیشه مینالم من همین آدما من دیدم. میذارم کنار. دقیقاً خشایار مخالف اینه. ماشه داش بیشتر با ببین اگه ناراحتی هم داشته باشه 3 ماه یه بار میاد اونم آخه خوبیشیه که ناراحتیاش اکثرا خدا رو شکر مثلا خانوادگی نیست فلان نیست کاری هم خب من توش میتونم بهش کمک کنم و دست من برمیاد و توش منم مثل خشایار اذیت شدم و اون مورد رو حل کردم میدونم باید مثلا یهو پیجش به مشکل خورده مثلا دیدم نصف سکتر رو رد کرده بود من وسط ضبط تو مثلا گفتم بریم یه آف داریم گفتی آره مثلا من رفتم بیرون مشکل این هر که این احیا شد داشتم سکته می‌کردم ببین اینجوری بودم احیاش کردم برگشت ریلکس باش گفتم اشکان کجا ریلکس چرا جواب نمیدی چی شده بود پیجت چه ریپورتی خورده آره ریپورت خورده شیرلی خورده بود خدا رو شکر درست شد آره. خدا رو شکر ممنون بعد باز در قسمت بنیامین این با کوالیتی بالا زندگی کردنش من خیلی دوست داشتم و سعی کردم ازش استفاده کنم من خودم دقیق‌تر بدونم چی میگی. ببین مثلا یکی این که توی شغلش سعی میکنه دبست خودش باشه و برای دبست کردنش حاضر هر هزینه‌ای بکنه. خب درستش هم همینه و هست. در مورد بعدیش هم خب مثلا اینجوری نیست که خب اینو بهتر کنم که چی بشه میگه من چون بهترینم باید بهترینم داشته باشم چرا نداشته باشم خب ولی من توی ذهنیت خودم این نبودم میفهمی یعنی شاید اینجوری بودم که خب همینم کفایت میکنه من الان باید بچسبم به کارم همین برام خوبه بسه این برام بسه ولی من این نبودم اینجوری نشده بودم که آقا من اگه فلانم باید برم بهترین لباسم اگه من مثلا دارم از 10 به 10 برای کارم تلاش میکنم تو خوشگذرونی ما مثلا برای تو سمت تو میشه تو خوشگذرونی من باید به خودم برسم تو سمت بنیامینم که باید دبستو داشته باشی باید خونه خوبه رو بری برای خودت مثلا من خونه‌اشو بنیامین عوض کرد بهش گفتم ببین فکر نمی‌کنی یکم زیادیه شاید من حتی این وایبو اشتباه بشدم که تو داری زیاد خرج می‌کنی بعد یه سال خودم اومدم بهش گفتم کار درستی کردی گفت من احتمال داره خونه‌مو عوض کنم فلان گفتم این کارو نکنو این فلان آره بعد من ببین این تجربه خوبو باز از تو گرفتم باز دادم به خشایار که این نکن این کارو این یه سیرکل قشنگ مثبت برای خودم ساختم. ببین ما درسته مثلا ما همش سر کاریم میریم خونم میخوابیم واقعا ولی من اینجوریم که اون خونه یه انرژی به من میده و من باید آقا اگر دارم مثال دارم میزنم واقعا اگر من برای کارم برای پادکستم برای چنل اصلیم برای هر چیزی دارم
تمام تلاشم من دکورمو باید همیشه بهترین چیز باشه. من صدا برداریم باید داخل ویدیوام همیشه بهترین چیز باشه. روی ایده هام، روی تولید همه چیز وقت میذارم. یه دونه خونه، یه دونه حریم آرامش دارم، اونم باید بهترین باشه. توی رفیقم هم باید بهترین باشه. و من حالا بخوام کامل بکنم، خیلی دوست دارم حتی در موردش صحبت بکنیم. من انتظارم از زندگی خیلی بالاست. یعنی من انتظارم از زندگی مثلا اگه مثلا یه نفر بگه آرزوت چیه، رویایی بچین، نمیگم یه ماشین گرون، میگم کلکسیون ماشین. نمیگم یه دونه خونه خیلی خوب، میگم دوست دارم 10 تا خونه داشته باشم. اینو دوست دارم. شاید هم هیچ وقت حتی بهش نرسم، شاید هم حتی نشدنی باشه، ولی دوست دارم. اینو از زندگی میخوام. کمالگرایی نیست که اگر یک روز به کلکسیون ماشین نرسم ناراضی باشم یا خوشحال نباشم، ولی اونو میخوام که برای اون تلاش کنم و چیزی که داشته باشم. باز میگن تو اگه وسط سیبلو نشونه بگیری بغلاشو میزنی، بغلا رو نشونه بگیری میزنی بیرون. اون وسط همیشه. من باز یه اشتباهی که در این مورد کردم و تو زندگیم خیلی تاثیر گذاشت این بود که من همیشه اینجوری هم که از هر چی داری باید لذت ببری. خب من اینو خیلی خوب رعایت کردم. گفتم اگه خونه 100 متری دارم از 100 متری لذت ببرم، 120 متری. ولی باز یه جایی تو کمالگرایی اشتباه بودم که اگه مثلا ماشین 10,000 تومانیمو میخواستم بکنم 100,000 تومانی، ماشین 30 40 و 50 نمیخریدم کم کم ببرمش بالا. آفرین. من وای میستادم که به ماشین 100,000 تایم باید برسم. دقیقاً. من این باعث یه ضربه بد تو زندگیم بهم شد. با هم صحبت کردیم حتی در موردش. من یه ضربه بسیار بد تو زندگی با ماشین 30 40 تومانی هم تو میتونی لذت ببری، بعد ببری 100 تومانی، بعد بکنیش مثلا 5000 تومان ضرر کن بفروشش بکنش 70 تومانی. ولی میگم من اصلا یه مثال دارم به بابکاریان میگن که یه ایده خیلی خوب داریم بنیامین، این ویدیو رو بگیریم یا نگهش داریم بعدم. آقا در لحظه بهترین ایده‌ای که میتونی و بگیر، در لحظه بهترین غذایی که میتونی و نه بهترین غذا رو بخور. یعنی مثلا حالا اون یه خورده چیز داره به اون رفرنس داره به اون حرفی که تو میزنی. من در لحظه که هستم به خودم فشار میارم که اون چیزی که حالمو خوب میکنه رو انجام بدم. آقا تو اصلا بگو مثلا میگم خونه‌ای که مثلا من اشکان توش میشینیم واقعا ما نیستیم توش. جدی مبلامون بیشتر تو اون خونه. یعنی مثلا چه میدونم ما اونقدی که مثلا من اونقدی که روی این مبل نشستم، جدی میگم رو مبل خونم نشستم. این ماه که حالا چنل رو شروع کردیم میرم خونه میخوابم، ولی من دلیل نمیشه یا حالا چون رو مبل خونم نمیشینم مبل خوبی نخرم برای خونم. و این مبل خوب منظورشیه که مبلی که در توانش از به نظر خودش بهتره. نمیرم 100 میلیارد مثلا نمیرم سنگین پول مبل بدم. چیزی که رضایت کافی خاطر چیزی که خوشت میاد میتونی بگیری، چرا نگیریش؟ ببین مثلا من یه مثال برات بزنم. خیلی الان شاید بچه‌هایی که یا کسایی که ویورای ما ان فکر می‌کنن میگن خب اینا شکمشون سیر پول دارن فلان. خیلی قشنگه. اصلا بحث پوله نیست. من رفیق دارم 10 تا خشایار پول در میاره، 1/100 خشایار تا حالا ست نزده. منظور ما هم اینه. یعنی خشایار به قرآن مجید من بهت قول میدم با 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان ست لباسی پوشیده که اون رفیق ما 100 تومان هم پوشیده بهش نمی اومده. من مثالشو در قبال خودم بزنم. خب بچه حالا تا جایی که خیلیا میدونید ما این استودیو رو داریم تجهیز میکنیم، واقعا هممون داریم هزینه میکنیم، وقت میذاریم و فلان اینا. من این مبل واسه اینجا خریدم، واسه این چنل خیلی مبل رو دوست داشتم. بعد حالا یاسین شاهده، فرزاد شاهده، ما اون روزی که رفتیم اینو بخریم گفتم این مبل خیلی قشنگتر از مبلیه که توی خونمه. چرا باید مبل خونه من از مبل کار من ضعیف‌تر باشه؟ میدونی چی میگم؟ اینو واسه کار گرفتم دیگه. اون مبل رو آوردم استودیو، عین همینو واسه خونه خریدم. با اینکه اون پولو باید الان می آوردم مثلا میگم باز استودیو رو تجهیز میکردم، ولی این ذهنم اجازه نمیداد برای خودم که آقا تو داری اینقدر واسه کارت میذاری، چرا واسه زندگی خودت نمیذاری؟ دقیقاً. و اونم این بود دیگه. شما می‌خواستی یه چیزی بگی دیگه، یادت رفت؟ آره. در مورد همین توقع از زندگی فکر کنم اونجایی که گفت خشایار با 2 تومن یه ستی میزنه که رفیقی که نه داشت یه چیزی برگشت گفتش که
ببخشید من تو قبلی گیر کردم. آره. مثلا میگم یه چیزی دیگه ای هم ازش یاد گرفتم. می‌خواستی اون رو بگی. بگو. آره. اوکیه. ببین من یه چیز دیگه ای که از اشکان یاد گرفتم و واقعا خیلی تو زندگی شخصیم کمکم کرد، انرژی دادن به خودم بود. ببین اشکان مثلا ببین من به این اعتقاد دارم و قبول دارم که اشکان از نظر من یک اینستا واقعا. آره منم از نظرم اینه. نه بابا، چون آخه داداش همه چیزاشو به بهترین شکل انجام میده و بهترین کیفیت کارو میسازه و من میبینم. من که میتونم بگم از نظر من تو بهترینی. از نظر خودت میتونی بگی. از نظر من تو بهترینی. حالا تو میفهمم و درک میکنم و دوست نداری یه وقت نه به همکاری ناراحت بشه، ولی داشت از نظر من یکی اینستا اشکانه. نظر شخصی حالا با احترام به همه. آره حالا آقا اشکان اومدیم از نظرش هر چیز دیگه ای بود گفت خوشگل ترین پسر مثلا ایران، از نظر من خشایاره. من به نظرم خوش وایب ترین پسر فضای مجازی خشایاره. من نکته خوش وایب. ببین نه واقعا خوش وایب. میدونی منظورم چیه؟ الان تازه جلوی دوربین اون صد راحت خودش نیست همیشه. خب ولی من هر جایی میبرمش جزو آدمایی که حال میکنه، طرف میگه دوباره بیارش. آره حتی خود من اینجوری شاید برای بقیه نباشم، شاید خیلی با من حال نکنن، میگن آقا مثلا نه حال نکه، ولی خشایار من هر جا بردم طرف گفته دوباره بیارش. بعد من ببین این چیزایی که دارم میگم همیشه همه گفتن، مثلا خیلیا بوده من طرفو بردم یه جا گفتم مثلا آره فلانی خودشو گرفت، فلانی اینجوری، ولی خشایار با همه میگه میخنده. بعد ببین مثلا اینجا هم احساس کردی از راه میاد با لبخند. آره واقعا این اومد. حالا قبل از اینکه ویدیو رو بگیریم سلام به همگی. میگم اون انرژی هستی، مثلا من به این باورم آدم‌ها انرژیشون چیز درونیه، دست خودشون نیست. تو روز بعدت هم بیای به من انرژی خوب میدی، یه سری آدم‌ها هستن انرژیشون منفی، یارو نگاه میکنی اصلا میریزی. خود دوست داشتن هم بگو. آره ببین به من یاد داد خودم رو دوست داشته باشم. مثلا بگم آقا من نوشتن سناریو رو واقعا بلد نبودم. آره خب واقعا بلد نبودم و اشکان بهم یاد داد. ببین بهم گفت روزی 100 بار بگو من بهترین نویسنده اینسام. خب خیلی تاثیر داره. ببین اینا رو ما میگیم الان یه سری فکر میکنن زرده، به جون مادرم تاثیر داره، به خدا تاثیر داره. خودم اولی که نمیتونستم بنویسم مینوشتم، الان فکرم نیست که بنویسم ولی مطمئنم یه چیز خوب میتونم بنویسم. ببین همین که خودکار رو نمیذاشتم یک ساعت بعد یه چیزی میتونستم بیارم، ولی میذاشتم میرفتم تو گوشی کارم تموم بود. خونش بودم یه کاغذ بهم داد با خودکار، گفت هر چی میاد تو ذهنت بنویس. ببین آخه کی واسه مثلا همکارش این کارو میکنه؟ تو کار ما دیگه میگم ما رفیقیم، مثلا داداشیم اینجوری. ببین نوشتم اومد برگشت گفت من از 10 به این 4 میدم. گفتم میدونم بد نوشتم. گفت عالیه واسه تو. آره واقعا. ببین من تا خونه اینجوری بودم. نگفتم از 10 به 9 میدم، گفتم از 10 3 4، ولی برای شروع برای تو خیلی عالیه. قبول داری رفیقی که الکی تعریفم میکنه خیلی رفیق بدیه؟ خیلی. آره توی کار خیلی، مثلا هر جا. ببین بعضی جاها دیگه طرف خیلی حالش بده، باید یکم دنده بدی پاشه. کلی دارم میگم. آره کلی. خارج کارم دارم میگم. داداش چقدر لباست بهت میاد، ولی لباسه اونقدر بهش نمیاد، نه که زشت باشه. اونجوری ببین میدونی من بعضی وقتا مثلا میگم به رفیقای خودم، حالا به همه میگم بچه‌ها اگر یه ویدیوم خوب بود فقط اون ویدیو رو بگید خوب بود، هر ویدیویی نه آقا عجب ویدیوی خفنی. اون موقع من نمیدونم کدوم ویدیو واقعا خوب بوده کدوم ویدیو خوب نبوده. مثالشو دارم میزنم. اگه یک کار خوبی انجام دادم اونجا بیا بهم بگو خوبه، همیشه نگو آقا کارت چقدر خفن بود. ببین یه چیزم بگم، نوع گفتار مخصوصا تو بچهای نسل جدید باید یه خورده حواسمون باشه. خب مثلا این که میگی نگو چقدر لباست بهت میاد، ببین رک بودن زمانی خوبه که شما بخوای نظر شخصی در مورد خودت بدی. خب وقتی شما میخوای نظر در مورد شخص کسی دیگه بدی باید بسیار محتاط باشی که باعث رنجیده شدن خاطر اون شخص نشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوای بگی شلوار، ببین مثلا از نظر من شلوار بنیامین باحال نیست، باید بگی شلوار آبیات خیلی، اینم خیلی بالا ولی شلوار آبیات خیلی بیشتر بهت میاد. و در تکمیل حرف تو یه چیزی بگم، اصلا بعضی حالا اینه که میگی بعضیا رک بودن رو با بی‌ادبی قاطی میکنن. دقیقاً. تو باید ببینی اصلا تو اگه مثلا میگم تو میتونی به هر چیزی، من و تو رفیقیم، در مورد هر چیزی میتونی نظر بدی و من اینو از تو میپذیرم، ولی یه نفر رندوم بیاد منو ببینه داش شلوار تو حال نمیکنم، اصلا تو مهم نیستی، اصلا تو اجازه نداری در موردش نظر بدی. بعضی هستن میگه که مثلا یه نفر رو بار اول دیده
میگه که داداش مدل ماد بد نمیاد. تو اصلا وارد یک سیرکلی از رابطه زندگی طرف نشدی که اجازه داشته باشی در موردش نظر بدی. نقشی نداری هنوز اصلا. تو میتونی در مورد رفیقه، در مورد دوستت نظر بدی. بعضی وقتا حالا این خواستم تا حرفتو تکمیل کنم، باید ببینی آقا اصلا اجازه نظر دادن در مورد اون شخص رو داری یا نه، یا اون شخص نظر تو رو میخواد یا نه. من مثلا میگم اشکان شاید هر نظری بخواد بده میتونم تهش هم بگم نه داداش به نظرم این نظر ممنون که نظر دادی، ولی از نظرم شلوارم قشنگه. چیزی رو باید مثلا تغییر بدی که اون شخص هم قابلیت تغییر رو داشته باشه. تو بدونی اون مثلا من بگم داداش رنگ چشمات آبی بالا ولی قهوه‌ای بود بهتر میشه. خب این دیگه داداش نظر دادن نیست. این میره تو اون بخش آدمای تاکسیک زندگی که گفتم از این رفیقا باید دوری کنی. و حالا تیپیکال مثلا موضوعم در مورد رفیقه بچسبونمش به اون رفیقایی که میان یه مشکلی میگن و راه حلی نمیگن. آفرینم خیلی من یه چیز دیگه هم خیلی برام مهمه در مورد همین قضیه بگو. ببین من از رفیقم یه توقع دیگه دارم، اینکه اگر انتقادی داره، اگر من مشکلی دارم، اگر تیپم بده، اگر مثلا یه چیزی مشکل داره تو خلوت خودمون بگه. آره خیلی این درسته. گوشات. آره یعنی ببین اگر یک نفر دیگه اونجا بود اصلا دوست ندارم جلو اون زده بشه. آره اصلا تو اگه توی جمع رفیقت بگید مثلا میگم آقا دهنت بو میده، تو اصلاحش نکردی، رفیق تو خراب کردی. دقیقاً. نه ببین من یکی از چیزایی هم که خیلی به رفیقام تاکید میکنم اینه که خودشونو دوست داشته باشه. خب حالا خیلی هاشون مشکل رو ندارن ولی خیلی هاشون خودشونو دوست ندارن و یه مورد دیگه هم باز منو مثلا شاید تو رفاقت اذیت کنه، اجازه میدن خیلی ها هر چی دوست دارن بهشون بگن. اینو اشکان به من یاد داد که داداش مثلا میگم تو بنیامینی کسی حق نداره باهات، آدمی هستی برای خودت، شخصیت خودتو داری، کسی حق نداره ارزش تو رو پایین بیاره، هر کی میخواد باشه. و من واقعا با این دارم زندگی میکنم که میخواد هر کسی باشه، جایگاه خودتو داری، شخصیت خودتو داری، منم همینطور. حق بی احترامی، حق پایین آوردن ارزش منو نداری و اینم باز ببین میفهمی مثلا بعضیا، من چون شما رو جفتتون میشناسم، پایینیتون رو دیدم، بالاتون هم دیدم تو کریرتون و خیلی وقتا هستن، حالا شما شاید توی یه داستانی هستین، بعضی وقت رفیقت توی داستانیه متوجه نمیشه تو چه مردابی گیر کرده. من از بیرون دارم به رفیقم نگاه میکنم، میبینم که یه نفر داره به قصد به رفیق من آسیب میزنه، داره یه کاری میکنه که ذهنش مخدوش بشه، داره یه کاری میکنه که از کارش، از مسیرش دور باشه. خب و داره یه کاری میکنه خدای نکرده توی جمعی شخصیت رفیق منو بیاره پایین. ببین تو توی جمع مثلا 4-5 نفر اجازه نداری در مورد ماشین رفیق من شوخی کنی. آره. در مورد پیج رفیق من شوخی کنی، در مورد درآمدش شوخی کنی. من نمیپذیرم. هر چقدرم که کمدی باشه، هر چقدرم که همه بخندن، من اینو نمیپسندم و چه بسا از رفیقم ناراحت میشم و بعدش که تنها شدیم دهن رفیق خودم رو دوتایی سرویس میکنم که تو چرا همچین اجازه‌ای رو دادی، چرا اصلا خودت با همین چیزی شوخی کردی که الان بهت بگن. مثلا خشایار آریه وسیله‌ای داشت با این شوخی میکرد. خب مثلا میگفت فلان چیزم جلو دره. میفهمی مثلا به شوخی اون چیزی که خودش داشت انگلیسی داونگرید میکرد. خب بی ارزشش میکرد. بعد من یه بار کشیدمش کنار با اخم و جدیت بهش گفتم یک بار دیگه همچین کاری بکنی دهنی ازت سرویس میکنم که هیچ وقت یادت نره. گفت خب چرا؟ گفتم تو که این کارو میکنی اون شخص این داستانو سیو میکنه. یه جا توی یه جمعی جلوی حالا شاید یه خانومی، جلوی یه آقایی، جلوی یه همکاری، تو خرابت زدی بالا، اون الان میاد مثلا ماشین، مثلا تو ماشین دی ماشین یه چرخش پنچر میشه، الان باز بخوایم بریم باز خشیار ماشینش پنچره میزنه تو فان. خب مثلا این همش میگه فکر کنم امروز من اون یه جایی میگه که من میدونم داره ضربه میزنه. خب من این اتفاقو نمیذارم بیفته و ناراحتم میشم و میفهمم که اون شخص داره منظورداری رو این کارو میکنه. خب و من با این چیزا مخالفم و میگم با رفیق من آقا چرا تو بیای رفیق منو بیاری پایین وقتی میتونی ازش تعریف کنی، میتونی 1000 تا شوخی کنی، آقا بکش بیرون، در مورد نمیدونم همین درخت شوخی کن، در مورد این سنگ شوخی کن، در مورد وقتی میای شروع میکنی ارقام و عدد میاری جلو، لباس میاری جلو، فلانو میاری، این داداش منظور داره. کلا بچه‌ها من دوست داشتم حالا اینو بگم بهتون، هم خودتون هم رفیقاتون ارزش همدیگه رو حفظ کنید و توی دایره خودتون
با همدیگه شوخی کنید ولی نذارید کسی خارج دایره به اون دایره بی احترامی بکنه. آقا دمتون گرم واقعا، خیلی عشق کردم باهاتون صحبت کردم و کلی چیز باز هم توی این پادکست صحبت کردیم در موردش. دوست داشتم با بچه‌ها به اشتراک بذاریمش و یه جمله پایانی در مورد رفاقت هر کدوممون بگه و ویدیو رو تموم کنیم. بفرمایید. شما بگو آقا خشایار. میشه من آخری باشم؟ نه یه جمله راجع به رفاقت آخری باشم. باشه آخری چون دو بار گفت دیگه مهمونه. میخوای من اول بگم؟ قدر رفیقاتون رو بدونید و اگه رفیقتون براتون مهمه همه جوره نگهش دارید. اگر آدما تلاشتون رو ببینن هیچ وقت ولتون نمیکنن و ارزش رفیقتون رو هم خودتون ببرید بالا، هم نذارید کسی بی ارزشش کنه. آقا اشکان شما بگو. مهمترین چیزی که میخوام بگم اینه که رفیق تو زندگی خیلی مهمه. اول اینکه رفیقاتون رو دوست داشته باشین و مطمئن باشین اونا هم به همون اندازه شما رو دوست دارن. رفیقاتون رو با چشم باز انتخاب کنین، چون رفیقاتون تمام زندگیتون رو تقریباً تشکیل میدن تا یک سنی و شاید آیندهتون هم حتی دوستاتون مشخص بکنن، چه به مسیر بد چه به مسیر خوب. ولی با رفیق خوب واقعا دنیاتون گلستون میشه و یه رفیق خوب میتونه بدترین لحظه رو با یک صحبت، با یه بیرون رفتن به بهترین روز زندگی تبدیل کنه. بله مرسی. آقا شاعر بگو صحبت پایانی رو. ببین من اگه بخوام یه جمله بگم خیلی کوتاه میگم. کوتاه بگو. میگم رفیقی که پیش رفتم خوشحال شد نوکریشو میکنه. ماشاءالله دوست داشتم. هی بگردم. آفرین. آقا خسته نمیشه. خیلی قشنگ گفتی. کیف کردم کنار جفتتون. آقا دم جفتتون گرم اومدید. برار موین عشق منی. دمتون گرم اومدید. آقا کامنت بذارید واسه بچه‌ها به جفتشون عشق بدید. دمشون گرم که اومدن. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار.